سلام بچه ها، خوش اومدید. چی به سابسکرایب کنید. میخوایم یه دور بریم با شما ارانگل. فرق نمیکنه ارانگل یا لیویک. دور بعد شما بگید لیویک بریم یا ارانگل. حالا شما بگید تو کامنت ها، ببینم کامنت کدومتون بیشتره. کامنت هر کدومتون بیشتر باشه من همون میرم. زد بزن این با چاقو دیگه تمام شد. باخت، چاقو شد. باش انتقاممو میگیرم بچه ها، مطمئن باشید انتقاممو از این میگیرم که منو چاقو کرد. وایسا، فقط اسلحه نداشتم، الان اسلحه دارم، میرم میزنمش. اسلحه خوب داشته باشم. بچه ها نشد که بریم مود انتقام بگیریم، ولی اینجا لود میکنیم. بهتر از موده که میمیریم. نشد بچه ها، باشید که نشد انتقام بگیرم. یه دونه انیمی داریم، میدونه انیمی باته چیه. صدا پا کجا؟ بالا نیست.
یعنی کجا داریم همین من میدونم کجاش زدم دیگه لازم بنج فینیش خورد همون یکی که ناکش کردم
اوه دمجش دادم. اون یکی رو بزنش، اون یکی حواسش نیست. شما زون الان میمیرم بابا. بچه تو این فاصله که اینا میخوان ریکارد کنن لایک و ساب یادتون نره. اون زنگوله بغلیش هم فعال کنید تا نوتیفیکیشن ویدیو بعدی براتون ارسال بشه. ریکال کن. این فاصله ما ریکال شدیم. بیرون از زون بریم. کجان؟ یا خدا کجان اصلا؟ خیلی بچه ها با زون دورن. خیلی یعنی بهتون بگم الان منم زون کش میشم. خیلی راهش دوره. الان میمیرم دیگه. نه ماشینی نه چیزی. دارم میام دنبالم فکر کنم. وایسا میان دارم میام. اینا اوه نمیشه. خب ای بابا اینا رفتن. جا ماشین پیدا نمیشه. نه زون کش شدن اینا. شماره 3 منم الان زون کش میشم. من باید برم که زون کش نشم. خیلی اصلا با زون دوریم. یعنی یه 1400 وایسا 1483 کیلومتر دوریم. خیلی کاش این ماشین داشتیم. اینجا ماشینی نیست. نه نیست. زونم داره میره. تمام مردم. خونی دیگه ازم اومد. تمام دیگه مردم. خیلی فاصلم زیاده. زونم همچنان داره میره. فکر کنم ماشینی چیزی اینجا پیدا بشه بتونیم از زون بریم بیرون. اوه خدایا شکرت اومد دنبالم. دمت گرداش. برو سری برو که مردی. اونجا
او فکر کنم همینجا بود. من با یه انفوریخی منو زدن. اشتباه کردم که با تیر ایکیم نزدمش. من فکر کردم ناک شد، دیدم نه منو زد. سری برو داداش، برو. تمام. رانندگی هم بلند نیست. خب یک کمی دیگه 370 کیلو. تمام دیگه بچه ها. برو یعنی میشه یه دونه. اگر من رد کردم بچه ها چی میشه؟ برو و تمام. چه نجاتی. اوه چی شد؟ چه بازی. دیدید بچه ها چطور رد شدم از اون؟ دیدید؟ دمت گرم. بیا ها شماره 4. خدای شکرت. مولا خیره. خدای شکر. خب تو نمیاییم پس من رفتم. حالا گناه دارم. منو نجات داد. اگه اینا نبودن بچه ها مطمئن بشید من میمردم. خونم ندارم. داره میاد دنبالم. حالا اینجا یه دونه چی میخوره میفتیم میره. یه وایسا برو. حالا برو. فقط من همون انفوریخیه رو بزنم. چاقوش کنم. وایسا اینجا که لود کنیم. هیچی ندارم به خدا. خب بریم اینجا همین چیز کنیم. شب یلداست فکر کنم. آره شب یلداست. شب یلداتون مبارک بچه ها. امیدوارم روزای خوبی در کنار هم داشته باشید. خب اینجا چیه؟ نه آره فکر کردم مردم. خب وایسا. نرو داداش نرو که من خیلی گرفتارم. رفتی نامه. برو دنبال اون کمی لود کنم دوباره. خب اینجا هیچ نیست. اینجا چیه؟ خب اینجا چیه؟ باش منو ول کردن. دیدین چقدر نامردن اینا. نه دمتون گرم بچه ها. دمتون گرم. ساب یا لایک یادتون نره. چی شد؟ برو. یه ماشین اونجاست. ماشین. وایسا ماشین اونجا داداش. ول رفت. اینجا اگر پیاده شم میمیرم. اوه کار خوبی کرد رفت. فکر کنم دراپ خیلی تو خوب داشته باشیم. او نه فلر دادن. واسه فکر کنم همون فریخی هست. دیدی بچه ها زدمش. خب اوه منو نزنن. چه کمپیده یارو کجاست این غزت. بیا اوه جون یارو خطر شد الان. بیا خب بگیرم. هلپ نکن. خب وای امیدوارم اینا رو بزنم. کجان اینا؟ خب بیا کجاست؟
بس یه دونه کیل بزنم. مد کیل. خب بیا بابا. نیومدی من رفتم. یه دونه اونجاست، یه دونه اونجاست. چه اشتباهی کردم؟ بیا 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 بیا. 20 شماره 3 مرد. اوه یه دونه با ام جی دار میزنه. باید بکمپیم. بکمپم. مردیم. اوه بچه ها دیدید؟ به قرآن شانسی زد. به قرآن شانسی زد. به قرآن چطور زد؟ خودم هم کیف کردم. شانسی مردم تمام. فقط هم این شماره 4. بیا 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 بیا. شماره 4 اونجاست. وله همون انفوریاخی هست. دیدید؟ 2 بار زد. نتونستم. به خدا شانسی زد به قرآن. چرا کمپیدی؟ برو راش بزن بابا. نشانه گیری کن. چه یاری داریم به قرآن. بچه ها یارو اونجاست. آها یارو اونجاست. نکنی وایسا. آها یارو اونجاست. وایسا. آها اونجاست. یارو اونجاست. خبر نداره این. اوه با ایدابل میزنه. خب بیدار شد. نگاه کن الان میزنه تش. خب کاری از دست برنه. کم اینجا دیگه ول کنیم. اونجاست. نگاه کن. وایسا بذار براتون علامت بکشم. وایسا اونجاست. دقیقاً اونجاست بچه ها. دقیقاً نگاه کن. اونجا دقیق. نگاه کن نمیبینه. چه کمپیده. این کمپیده دیگه. یارو با ایدابل الان میزنتش. اگه یارو اینو ببینه با ایدابل هدشاتش میکنه. به خدا به قرآن من شانسی زد. نگاه کنیم اینقدر دمیجش دادم. خب برو دیگه. زون اومد. زون کش نشه. نگاه کنید بچه ها. اصلا یارو خب با ایدابل الان من بشین میخوابیدم. نمیتونستم اونو بدم. دستم نتونستم بخوابم. خواستم بخوابم دیگه. فکر کردم زدمش تموم. دیدم تموم. منو با ایدابل زد. اونجاست یکی. کی اونجاست؟ نه اونجا. آره اونجا. دقیقاً اونجا. خب چه اسکوپی هم داره. اسکوپ 4. بابا اسکوپ 4 رو بکن تو دی پی دیگه. بزنش. چرا کمپیدی؟ حالا کار خوبیه کمپیده. حالا یارو نمیتونه پیداش کنه. زون کش نمیتونه پیداش کنه. الان زون میاد. نه وایسا. زون با این 41 متر فاصله داره. 39 متر. الان میزنن اینا. چطور کمپیده به قرآن. جوری کمپیده اصلا یارو نمیتونه پیداش کنه. بچه ها امیدواریم برنده شیم. 2 نفر دیگه موندن. 2 نفر. یکی انفوریاخی فکر کنم. یه دونه انفوریاخی. 2 تا نفر موندن. یه انفوریاخی. یه دونه نمیدونم. فکر کنم یار انفوریاخی. حالا ببینیم چی میشه.